سلام و صد سلام به همه شما بینندگان عزیز. باز هم با یک کامنت دیگه در خدمت شما هستیم. من هم سلام عرض میکنم و امیدوارم در همه حال و در همه جا که هستید خوشحال و سرفراز و پیروز باشید. خب مهران خبر اول بگو، منم کامنتشو بگم. نه خیر، این بار نه با خبر شروع میکنیم نه با کامنت های شما. جمله شروع میکنیم. این بار نوبت کامنت های بینندگان عزیزه. یکی از دوستان بیننده برامون نوشته که چرا در کامنت قبلی مهران مقر اومدن و گفت مقر اومدن. چرا گفتی؟ تو گفتی دیگه. ای کاش فقط من گفته بودم، تو هم همینو گفتی. سند داری؟ بله سند دارم اینها. حالا جالب اینجاست که بالاخره بعد از همه این سانسورها مجبور شدن مقر بیان و اسم از کانونهای شورشی ببرن. ولی این اوج کار شاشتا کانون شورشی اونقدر بود که مجبور شدن مقر بیان که علت اصلی ترسشون چیه. خب شما کامنتی در رابطه با این کامنت بیننده عزیزمون نداری؟ بله. اتفاقا بعضی از دوستان هم به من حالا به طرقی گفتن که شما کلمه زیبای مقر رو گفتید مقر. و یکی از دوستان که لطف کرد یک کتاب قطور صرف و نحو عربی برای من فرستاد، گفت اینو باید بخونی خلاصه کنی. خب منم سواد اندکی تو عربی دارم، مثلا میدونم اقر یقر رو اقرار، یعنی اقرار که مصدرشه، اسم فاعلش هم میشه مقر. این یکی رو من میدونستم ولی عمدن گفتم مقر، گفتم مقر. چرا؟ چون تو محل ما یه گویشی بود، مثلا به خانه میگفتن چی؟ خونه. و اگه تو میرفتیم میگفتی خانه فلانی کجاست، میگفتن نمیشناسیم. ولی میگفتی خونه فلانی کجاست، میبردن جلوی منزل اون شخص مورد نظر. یا قفل، همونایی که قفل میکنه اسمش قفل دیگه، قافله. ولی اگه میگفتی قفل میگفتن نداریم، اگه میگفتی قلف میگفتن چند تا میخوای. حالا ما این یه تیکه رو بر اساس خودمونی خودمونی بر اساس گویش محل در واقع غلط مصطلحه. ولی دوستان بد آموزی نشه، کلمه درست مقر، اسم فاعل همون گفتیم اقرار. بله خب تمام شد، یه قاف دیگه نداشتیم. نه خیر تموم نشده، کامنت های بینندگانمون ادامه داره. بیننده عزیز دیگه نوشته وقتی بابک میخواست داستان عمل جراحی قلب توسط پزشکیان رو بگه، لطیفه ای رو تعریف کرد که شبهه برانگیز بود. چرا شبهه؟ منظورشون این قسمته، چون این یارو پزشکیان تقلبیه داره فیلم بازی میکنه، خدا نکنه اون مریضه واقعی باشه سر عمل میره. که این داستان اون دو نفر شنید رفته بودن فیلم ببینن سینما، از قضا فیلم گاوبازی بوده، گاوه حمله میکنه طرف اون گاوبازه، یکی از اینا بلند میشه فرار میکنه، میاد به سمت دوربین، میاد به سمت دوربین دیگه، از این سینماسکوپا بوده. بعد این میگه کجا میری؟ میگه بابا داره گاوه حمله میکنه. میگه فیلمه. میگه بابا تو میدونی فیلمه؟ من میدونم فیلم، گاوه که میدونه فیلمه. حالا پزشکی هم میدونه فیلمو از این مسخره بازی آخوندیه. اون بیمارستان میدونه، اون بدبخت مریضه زیر عمل جراحی از بین نره چون یارو میخواد فیلم بازی کنه. خب در این زمینه من میخوام از الان تا روزی که کامنت و اجرا میشه این شبهه رو اصلا بسوزونم ریشه‌شو. هرگاه مثل این دستورالعمل هست اسم حیوانی را در کنار مقامات رژیم از خامنه‌ای تا سرایدار بیتش آوردیم، منظور از اون حیوان همین مقامات رژیم هستن. البته یک انتقاد به ما را درسته و اشکال داشته کارمون که از گاو معذرت نخواستیم، که در این برنامه از اون گاو معذرت میخوایم، ولی منظورمون از گاو پزشکیان بود. بله خب خیلی متشکرم. اما همینجا جا داره تشکر کنیم از بینندگان عزیزمون که لطف میکنن برنامه رو با دقت میبینن و اشکالات ما از چشمشون دور نمیمونه. منم تشکر میکنم ولی خواهش میکنم فقط قافای ما رو نبینید، برنامه رو کامل ببینید. بسیار خوب، بریم سراغ خبرها و تازه ترین خبر این که یک فساد جدید تو نظام ولایت رو شده. بچه والا بدونم منسوبان آخوند صدیقی یا همون آبغورگیر عمامه‌دار ولایت دستگیر شدن به دلیل تخلفات مالی. اولا سیاه نمایی نکن، نگو فساد. این یه تخلف مالی ساده است، انسانم جایز التخلفه. در ثانی این دو تا باغ ازگل رو برداشته که این اصلا فساد محسوب نمیشه، تازه بیهوشش کردن دیگه. یادتونه صدیقی گفت من رو بیهوش کردن، اصلا حواسم نبود. 1000 میلیارد تومان پول تو حسابش ریختن، 2 تا زمینم
سندش تو حالت بیهوشی، تو حالت بیهوشی باهوش بود که اصلا قبول نمی‌کرد. اینا اصلا تبلیغات دشمنان نظامه. در این نظام فساد سیستمی وجود نداره. کی گفته اینو؟ عظما گفته، گوش کن. بعضیا سعی کردن با دلیل ثابت کنن که در جمهوری اسلامی فساد سیستمی به قول خودشون هست. دروغه، چنین چیزی نیست. الحمدلله دستگاه سالمیه، اما فساد وجود داره، رگه های فساد وجود داره. ببین فقط یه رگه های وجود داره، رگه خیلی کوچیک. میگی فساد، آدم فکر کنه چه اتفاقی افتاده، یه رگه های آقا ما بالاخره نفهمیدیم کدوم حرف این ولی فقیهو باور کنیم. از یه طرف تو همین سخنرانی میگه فساد سیستمی نیست، یه رگه است، بعد دو جمله بعد تو همین سخنرانی از اژدهای 7 سر فساد صحبت میکنه. فساد یک اژدهای 7 سره، یعنی به این آسونی، به این زودی از بین نمیره، باید مراقبت رو ادامه داد. آقا این چه رگه‌ایه که در عین حال اژدهای 7 سر هم هست؟ ببین نگفت که تو نظام اژدهای 7 سره، گفت فساد یه اژدهای 7 سره، اونم تو کشورهای استکباری. به طور کلی، به طور کلی تو نظام رگه است، رگه کوچیک. بسیار خوب، پس بریم یه سری بزنیم به استبل ولایت و ببینیم نظر اعضای استبل ولایت در رابطه با این اژدهای 7 سر فساد، اونم در نظام ولایت چیه. اما وقتی رهبر انقلاب خودشون از اژدهای 7 سر فساد نام میبرند، حتما نشون میده که باندهای فاصلی در جای جای کشور ممکنه لانه کرده باشند که باید با اونها برخورد بشه. بحث یکی دو نفر نیست، بحث چای دبش، تبری، مهافرید، فرزندان معاون اول قوه قضاییه، اینها نشون میده که یک فرد نمیتونه فساد چنین گسترده‌ای انجام بده. ببین تو هر چی از اینا نشون بدیم من از رگه کوتاه نمیام، اینا همه رگه است. حالا جالبیش چیه؟ جالبیش اینه که این طرف تو استبل ولایت نشسته، بعد داره آدرس سرای این اژدهای 7 سر رو تو جاهای دیگه نظام میده. بابا یه سر این اژدهای تو خود همین استبل ولایت اینها. ببین چون اگه دیدینم من حتی صحبتام تو محل خیلی میگن چه صحبتات تموم نکردی، چه فایده داره؟ خب من میتونستم اونجا بیام یکی دوتاش بشمارم، بگم فلان آقای نماینده، فلان آقای نماینده، فلان آقای نماینده، این میگه مدیر عامل بانک فلان جا رو بده به من، این میگه مدیر عامل فلان شرکت رو بده. صراحتا میگفتن. بله همشون میخواستن. طبق قانون وزیر اقتصاد 1600 تا 1800 تا حکم میزنه، اختیاراتی که داره. ببین چه بلبشویی بوده، یعنی افتادم به جون این وزیره، یکی گفته منو مدیر کن، یکی گفته منو. ببین باز من همیشه میگم، به همتی هم اینو میگم، خودت رو لوس نکن. مگه تو خودت چطوری وزیر و وکیل شدی؟ بابا تو که راننده رفسنجانی بودی شدی وزیر و وکیل، داشتی میچریدی. تا اونجایی که داشتی میچریدی حواست نبود که فساد هست و نامه دادن و الان که زدن برکنارت کردن تو همون درگیری‌های بخور باندی، یاد افتاده که فساد هست و تو این مجلس همه با نامه و زیرمیزی و رومیزی میگیرن. حالا این که این حرفو زده یه بلبشویی شده توی استبل ولایت یعنی مجلس، که شروع کردن به داد و قال و تهدید که این باید بیاد اسامی رو بگه، اینجوری نمیشه، آبروی ما رو برده. مطمئنی که حتما باید به اسامی رو بگه. انتظار دارم که از سالی پیگیری بفرمایید، هیئت رئیسه پیگیری بفرمایید که این اظهاراتی که آقای همتی کردن و متاسفانه سبب تضعیف مجلس شورای اسلامی شده، انتظار اون اینه که حتما ایشون اسامی رو که به ایشون گفتن که مسئولیت بدن به دوستانشون رو تک تک باید اسم ببرن، در غیر صورت باید حتما از مجلس شورای اسلامی عذرخواهی کنن. میگه اسم ببر. خب اگه این بخواد اسم ببره که اسم تک تک اعضای استبل ولایت رو باید ببره که. اصلا اسم من میبرم. ببین از همون نفر اول شروع کن اسم بنویس، اسم همه رو بنویس. ببین تو فیلم تسخیر ناپذیر اگه دیده باشی، داستان اون پلیس خوبی که داره با باندهای کوین کاستنر بازی کرده، کوین کاستنر هنرپیششه، اون اسمش الیاد نوسه، تو فیلم که با باندهای مافیایی آل کاپون درگیره. در یه صحنه آل کاپون میبرن دادگاه،
آل کاپون که قاضی نفر خودشی خیالش راحته که این دادگاه به براءتش رأی میده، همونجوری که هیچ دادگاهی تو رژیم اختلاس کرده تا حالا محکوم نکرده. یه جایی نظر قاضی عوض میشه و به نفع، یعنی به ضرر آل کاپون رأی میده. وکیل برمیگرده به این همین الیوت نس، میگه که این کارسنری که میگه چی شد نظر قاضی عوض شد؟ گفت رفتم لیست رشوه بگیرای آل کاپون نشون دادم، خود قاضی نفر اول بود. ببینیم کافیه این تا اینجا اومدی بعد ببینیم اون سکانس دیگه. Bailiff, I want you to go next door to Judge Hoffman's court, where they've just begun hearing a divorce action. I want you to bring that jury in here and take this jury to his court. Bailiff, are those instructions clear? Yes, sir, they're clear. Talk. Bailiff, I want you to switch the juries. Yes, sir. Your Honor, I object. What did you tell him? I told him his name was in the ledger too. منظور من از این داستان این بود اگه بخواد اسم بگه اول اسم لیست مال قالیبافه. اتفاقا خود پاسدار قالیباف هم سر این موضوع خط و نشون کشیده برای همتی اینا که بعضی از برادران در رابطه با مجلس نکاتی رو گفتن که تشویش اذهان عمومی کردند و در حقیقت نوعی تهمت به مجلس زدند. قبلا ما متاسفانه در ماه قبلم یک نکته این گونه داشت که هم هیئت رئیسه هم نمایندگان محترم به این موضوع اعتراض داشتن و شکایت کردند و ما حتما در هیئت رئیسه این کار رو دنبال میکنیم. نمایندگان هم تذکر دادن. من پیشنهاد میکنم پاسدار قالیباف خیلی پرگاز نره، یه ذره دندون رو جگر بذاره. اول اون داستان سیسمونی گیت، داستان خریدن سیسمونی برای نوش از ترکیه رو حل کنه، بعد املاک نجومی رو حل کنه، بعد اون دوزی گرگیایی که توی شهرداری بوده، رئیس پلیس بود، این همه کار هم بوده دیگه، آچارلولیگیر رژیمه، اینا رو حل کنه. خیلی پرگاز نره که اس بده. حالا جالب اینجاست که اینا از همه طرف دارن میخورن، یعنی این همتی از بیرون مجلس داره پته اینا رو میریزه رو آب، از درون مجلس هم میرسلیم که خودش نماینده مجلس بوده. آقای میرسلیم، آقای مصطفی میرسلیم نماینده دوره 11 مصاحبه‌ای داشتن. در این مصاحبه نمایندگان مجلس و وزرا را به گرفتن رشوه متهم کردند. ایشون نماینده دور 11 بوده، در کلیپی منتشر کرده مصاحبه جدیدن داشته، گفتن که وزرا با کیف پر میان داخل مجلس و با کیف خالی از مجلس میرن و نماینده و وزرایی که در محل استیزا قرار میگیرن با دادن رشوه جلوی استیزا گرفته میشه. اینو چی میگی؟ گفتی میرسلیم یاده این حرفای میرسلیم تو مناظره بود، طیب روحانی میگفت اینو دیگه میخوای چیکار کنی؟ اینو چیکار میخواد بکنید شما؟ آخه چیکار میخواد بکنید؟ جدی باشین واقعا با این قضیه. اینو چیکار میخواد بکنید؟ این درسته واقعا؟ این درسته واقعا؟ ببین من یه یادآوری میخوام به میرسلیم بکنم، بهتر از من میدونه. مگه این آدما میرن تو مجلس چی کار کنن؟ مسئله حل کنن از مردم؟ خب میرن همین جیبشون رو پرپول کنن، همین کیفای خالی رو ببرن پر کنن، شاستی بلند بگیرن، ویلا بگیرن. بعد تو یه نگاه به اون کیف و کفش خودت بکن و ساعت خودت، اینا رو از پول حلال و طیب در آوردی، رفتی بیل زدی باغچه مثلا، کارگری کردی، خودت هم از همین مجلس اینا رو گیر آوردی دیگه بروشون نیار. این مجلس کارش همینه. حالا این شاسی بلند دیگه گفته، اینم خودش یکی دیگه از سوابق مشعشع این اعضای استبل ولایته که یادمون نرفته. تونستم مدارک و مستنداتی رو ارائه بدم که تعداد 147 دستگاه خودروی شاسی بلند برای مجلس در واقع جانب شرکت بهمن موتور به واسطه قراردادی که با یک شرکتی امضا کرده بوده که اون شرکت ارکانش دو تا دختر که ساکن کوهدشت لرستان هستن و اونجا دارن که کار کشاورزی و دامداری انجام میدن و معلومه که از کارت ملی اونها برای این موضوع استفاده شده. این قرارداد منعقد شده. این قرارداد 300 دستگاه رو شامل میشد.
ببین مهران، اینایی که گفتی بازم پای سو حرف منو صفر کرد که رگه است. یه رگه فساد تو مجلس رژیمه. آها. باز همون رگه. فقط تو مجلسه. فقط تو باشه. اونم یه رگه. کجا رو میخوای برات بگم؟ جای دیگه میخوای دولت رو بگم؟ یه رگه تو دولت ببینیم. این یه رگه تو دولت. شاهد این هستیم که در بسیاری از موارد اون ارز وارداتی اولویت پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این شرکت‌های وارد کننده بعضاً بر اساس رانت شکل گرفتن و بعضاً این رانت نفوذ ایجاد میکنه، چه در وزارت بهداشت چه در بانک مرکزی. اینا میرن پرونده خودشونو میارن. اینجوری که تو داری پیش میری یه جای آباد برای عظما نذاشتی. حالا صبر داشته باش، برای خود عظما هم دارم. یعنی هجرای 7 سر یه سرش هم خود عظما رو ببین. ستاد اجرایی فرمان امام تمام پروژه‌های امور اقتصاد دارایی وزارت رفاه به صورت گسترده دستشه و تمام فعالیت‌هایی که میکنه، شما هر کسی که بگه من 1 ریال از این خبر دارم کجاست، من بهش جایزه میدم. هیچ شفافیت مالی نداره. اصلا دستور هستش. نه آقا اینطوری نیست. آقا دوستم کنده شده تو این قضیه. منده 300 بار تو کمیسیون اقتصاد مجلس سر این بحث کردیم که نتونستیم در بیاریم. قانون مالیات منم. آیا اصلا گردش مالی اینا چقدره؟ من میخوام گردش مالی قرارگاه خاتم الانبیا بالای 200,000 میلیارد تومان در ساله. چیکار میکنه خاتم الانبیا؟ خاتم الانبیا اومده تمام بخش خصوصی از بین برده. تمام ارگان هایی که میتونستن کار بکنن در این مملکت رو بدبخت کرد. 50% قانون مالیات معافیت ده که از این 50% 40%ش اینا. تو همین کشورهای غربی آقا ولش کن، ما مملکت جدا از کشورهای دیگه است. تو مملکت ما چرا آمریکا، اروپا. آقا پور پدر آمریکای خرابکار. من میگم تو مملکت من چرا باید این اتفاق بیفته؟ اگه بذاری جواب میدم. آقا ولش کن. توی آمریکا و تو اروپا شرکت هایی که سازمان های خیریه را بندازن، کمک هایی که به سازمان خیریه بشود از مالیات معاف است. آستان قدس رضوی به یه نوعی سازمان خیریه است. چه نوعی؟ یعنی همین دیگه آستان قدس کلی پولا رو داره چیکار میکنه؟ آستان قدس چیکار میکنه؟ در زمان جنگ که الان چیکار شهر میکنه؟ سال 1404 چیکار میکنه؟ اینم الان کلی کار میکنه. نه الان چیکار کرده؟ آقا شما نمیدونی چیکار میکنه؟ درآمد داره میگیره یا داره هزینه میکنه؟ هزینه داره میکنه. خب درآمدش از کجا میاد؟ درآمدش من دارم کمک میکنم. جان؟ من دارم میدم. کی میده؟ من. کجا میگی؟ تمامش از بودجه خود مملکته. عزیز من میرم پول میندازم تو صدقات یا نه؟ آقا چرا داری یک جوری برخورد میکنه که انگار که ما نمیفهمیم درآمدی که بودجه داره سهمیه میگیره؟ بفرمایید. این هم از ستاد فرمان اجرایی خمینی ملعون و قرارگاه ضد خاتم و آستان قدس که همه از تیول عظماست. من دیگه قبول کردم که فساد رأی نیست. فساد ولی یه چیزی هم دارم، فساد اجرای 7 سر هم نیست تو رژیم. یه سر داره، اونم سر امام پیش عظماست. یعنی سر اصلی فساد همین خود عظماست، بقیه رگه. پول میشه خرج لبنان و یمن یا میره تو جیب آقازاده ها. من و تو صف گوشت یخ زده، اونا هی طبق افاده ها. یکیشون کنار پرشه پوز میده، عکسشو میذاره توی استوری. یکی از کباب خوری فیلم میگیره، واسه مردم هی میخونه کرکری. مملکتو حالا کشیدن بالا، شده ملا خور، سرا تو آخر. نصف مملکت تو جیب مشتباست، اینجا ما تو حسرت یه نون لواش. بزنیم صاف و پلاسشون کنی، آمپرا میرن بالا یواش یواش. خب میرسیم به کامنت یک جمله‌ای و حرف‌های بوفالوی ولایت یا آخوند علم الهدا. با معذرت از بوفالو قرار شد همیشه معذرت خواهیم. مرسی از یادآوری. و حرفی که رکورد گینس رو شکسته. در پرخوری؟ نه. در پرخوابی؟ در پرتوپلاگویی؟ بله در پرتوپلاگویی. بشنویم. این امام دیگه در داخلی کشور نیست، حاکمیتش از مرزهای کشور بیرون رفته، از داخل قبر حکومت می کند. اما نه تنها بر این مملکت، از داخل قبر حکومت می کند بر تمام جریانی که به عنوان مقاومت امروز در جوامع اسلامی به وجود آمده است.
اینا چه موجوداتی؟ یعنی من فکر می‌کنم دیگه بمیرم برن تو قبر دست از اذیت و آزار مردم برمی‌دارن. میگه نه تو قبرم هنوز داره ادامه میده. تو قبر داره مردم آزاری میکنه. مردم آزاریشو ادامه میده. واقعا اینا موجود نیستن. از اینکه این هفته هم با کامنت همراه بودید از شما ممنونیم و تا دیداری دیگه با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارت. کامنت